انوارالحق کاکر نخست وزیر موقت پاکستان ادعا دارد که افغانستان دارای یک اداره مرکزی توانمند نبوده و لایه‌های مختلف قدرت در افغانستان وجود دارد. آقای کاکر در گفتگو با یک رسانه پاکستانی میگوید که در افغانستان یک دولت با اقتدار مرکزی وجود ندارد تا بتواند مناطق مرزی خود را زیر نظارت داشته باشد. امارت اسلامی اما تاکنون در این مورد واکنش نداشته است. پس از درگیری‌های مرزی هفته پیش روابط میان افغانستان و پاکستان تیره شده و گذرگاه ترخم 6 روز می شود برای هر گونه تردد مسدود است. از درگیری‌های مرزی تا تنش‌های لفظی، انوارالحق کاکر نخست وزیر موقت پاکستان ادعا دارد با هزینه شدن میلیاردها دلار هنوز هم افغانستان یک اداره مرکزی توانمند ندارد و لایه‌های مختلف قدرت در افغانستان وجود دارد. آقای کاکر در مصاحبه با یک رسانه پاکستانی افغانستان را فاقد یک دولت با اعتبار خوانده و گفته که حاکمان کنونی این کشور یک ساختار واحد برای نظارت از مناطق مرزی خود ندارند. در افغانستان دولت به معنای رایج آن مانند دیگر کشورها وجود ندارد، یعنی یک دولت با اقتدار مرکزی در آنجا نیست که یک ساختار واحد حکمروایی از جمله در مناطق مرزی داشته باشد. در حکومت این کشور لایه‌های مختلف قدرت وجود دارد. در این گفتگو نخست وزیر موقت پاکستان کنایه‌گونه به آمریکا و متحدانش میگوید آیا افغانستان پس از هزینه 3 تریلیون دلار و مداخله کشورهای غربی دارای یک دولت مرکزی است؟ همانطوری که برخی میگویند باید در عرصه دیپلماتیک نیز واقعیت را نادیده نگیریم. آیا افغانستان پس از صرف 3 تریلیون دلار و مداخله کشورهای غربی دارای یک دولت مرکزی است؟ غربی ها بار خود را بستند و از آنجا رفتند. حالا حکومتی که در افغانستان باقی مانده سرپرست است و مشروعیت ندارد. نخست وزیر کاکر در مورد لزوم حمله به شبه نظامیان پاکستانی در خاک افغانستان گفته فعلا این موضوع در دستور کار حکومت پاکستان نیست. ښاغلی کاکر دغه اظهار دا هم ښکاره کوي چې د پاکستان او د طالبانو روابط به کرار نور هم خراب سي او په راتلونکو میاشتو کې به د پاکستان دغه الزامونه لا زور واخلي او زه فکر کوم هر څونه چې پاکستان پر طالبانو باندې ډېر تورونه او تهمتونه تړي په هغه اندازه به طالبان هم مجبور سي چې د پاکستان په ارتباط یو نوع قوي او یو نوع خصمانه دریځ ونیسي. زه فکر کوم چې طالبان په منطقه کې خپل ټول یاران له لاسه ورکوي. پس از درگیری‌های مرزی هفته پیش روابط افغانستان و پاکستان تیره شده و گذرگاه ترخم 6 روز می شود بر روی هر گونه تردد مسدود شده است. در این 2 سال متاسفانه طالبان در عمل کاری برای اتحاد و همبستگی مردم افغانستان و یا هم اعتماد ملی را به خودشان جلب نکردن که هیچ، متاسفانه در عمل ثابت ساختن که کشورهای منطقه و کشورهای جهان هم نسبت به طالبان و برگشت طالبان به دید منفی ببینن و زبان به شکا و شکایت باز بکنن و در نهایت این نارضایتی منطقوی و جهانی جمع نارضایتی داخلی در داخل افغانستان میتواند برای طالبان مشکل کلان خلق بکند. این در حال است که جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه موقت پاکستان گفته بود افزایش فعالیت‌های پسین هراس‌افغانی در این کشور را جدی می‌گیرند. امارت اسلامی اما پیوسته تاکید کرده که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد.